تا آنجا که امکان داشت تنها غذا نمیخورد. موقع غذا هرچی آزر میکردند میل میکرد. بر سر غذا از همه زودتر آزر میشد و از همه دیرتر دست میکشید. او نبود مگر نور آرام اما جاودان در هجوم تاریکی های بی امان، صلی الله علیه و آله و سلم. محمد چشمسار عشق و معناست. محمد چشمسار عشق و معناست. محمد نور چشم و هم کیمیاست. مقامش نزد الله بس بلند است. مقامش نزد الله بس بلند است. احادیثش شفای جان و دل هاست، صلی الله علیه و آله و اصحابه اجمعین.